سلام خواهر جان، ارز کردیت. خسته نباشی، برای آگهیتون مزاحم میشم. شنبه ساعت 4 چشم خدمت میرسم. خیلی ممنون. بفرمایید. خسته نباشین، من مونا کاربلد هستم. برای مصاحبه تشریف آوردیم. بله. بفرمایید. خیلی ممنون. خب خیلی خوشحالم از آشناییتون. خیلی ممنون، منم همینطور. خب به من بگید که شما سابقه کار دارید؟ والا من راستشو بخوای بعد از اینکه سرمایه‌مو از دست دادم ورشکست شدم. الان آبدارچی هم دیگه 2 ساله توی شرکت‌های مختلف کار میکنم. همین کار آبدارچی هم؟ بله همین. عجب. خب زحمت این فرمو پر کنین. خودکار خدمتتون. بله. شما از فردا میتونین تشریف بیارین سر کار. واقعا؟ بله. چشم خیلی ممنون. بدم به همکارتون؟ بله. باشه. مرسی، خیلی لطف کردی. یعنی چی کاره بوده که میگه ورشکست شدم؟ جالب شد.